بررسی رابطه مرگ با تولد. آیا مرگ به معنی پایان است؟ آیا می توان رابطه مرگ با تولد را دو روی یک سکه دانست؟ تولد و مرگ دو واژه‌ای که به ظاهر مخالف هم هستند و بارها و شاید در شرایط کاملا متضاد از آنها استفاده کرده باشیم. اما ارتباط این دو واژه با هم چیست؟ آیا تولد و مرگ واقعا مفاهیم متضاد با هم هستند؟ در این ویدیو در مورد رابطه مرگ با تولد صحبت خواهیم کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید. خیلی وقتها بین مردم یا در عرف جامعه حرفای گفته یا تکرار می شوند که بعد از مدتی معنای ثابت و همیشگی به خودشان می گیرند. به طوری که دیگر کسی در این مورد که آیا این دسته واژه ها می توانند معنای دیگری هم بدهند یا نه فکر نمی کنند. و به همین ترتیب آن کلمه با یک مفهوم کلیشه‌ای در فرهنگ لغت عامه مردم جا خوش می کند. این نوع جا خوش کردن باعث می شود برداشت ما هم از عبارتها به شکل بسته و محدود باقی بماند. یک مثال آشنا برای چنین حالتی دو واژه مرگ و تولد هستند. در ساده ترین معنا تولد یعنی پشت سر گذاشتن دوره جنینی و متولد شدن از مادر و مرگ یعنی تمام شدن زندگی دنیا که در اصطلاح عامیانه از بین رفتن هم گفته می شود. اما آیا واقعا تولد فقط همین یک معنا را دارد و آیا مرگ به معنی از بین رفتن است؟ برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر به ویدیوهای قبلی گریزی می‌زنیم. قبلا گفتیم که انسان به طور ذاتی موجودی بی‌نهایت طلبی است که نشانه‌های آن را هم می‌توان خواستن حریص‌گونه ثروت، قدرت، امکانات و حتی زنده بودن تا بی‌نهایت بدانیم. بی‌نهایت طلبی میل قدرتمندی در نهاد بشر است که در حقیقت به ما میگوید چیزی به نام عدم در عالم هستی وجود ندارد و نیستی بی‌معناست. در مقابل این حس قوی اگر مرگ به معنای از بین رفتن باشد، پس هیولای وحشتناکی است که از سر بیرحمی هر لحظه میتواند از راه برسد و رویای دلنشین همیشگی بودن انسان را ببرد. ولی واقعا معنای مرگ همین است؟ شاید دیدگاه ماست که نسبت به مرگ دیدگاه اشتباهی است. مرگ در ادبیات فلسفی اسلام وسیله‌ای برای انتقال به حیات ابدی آخرت است. پدیده‌ای که زمینه ادامه زندگی دنیا را در موقعیتی پیشرفته‌تر و وسیع‌تر برایمان فراهم می‌کند. در این صورت باز هم سرکله آن هیولای وحشتناک پیدا می‌شود و ما را به کام نیستی می‌کشاند. یا این بار حس شیرین جاودانه بودن روحمان را آرام می‌کند. بدون تردید آنچه هماهنگ با فطرت ماست و قلباً آن را می‌پذیریم همان است که مرگ را ابزار انتقال به زندگی بی‌پایان آخرتی بدانیم. درک رابطه مرگ با تولد چه سودی برای ما دارد؟ شاید واژه انتقال به بهترین شکل ممکن واقعیت مرگ را به ما نشان بدهد. دقیقاً مثل همان لحظه‌ای که جنین از رحم مادر خارج می شود و به این دنیای پهناور پا می گذارد یا به زبان دیگر به این جهان انتقال پیدا می کند. وقتی جنین رحم مادرش را برای همیشه ترک می کند و به این جهان منتقل می شود، رابطه او با جفت که عامل اصلی ارتباط با مادر بود از بین می رود و جفت که تا همین چند لحظه قبل از تولد علت زنده بودن جنین و عامل ارتباط او با جهان پیرامونش بود به یک بافت بی استفاده و مرده تبدیل می شود و به این ترتیب شروع زندگی نوزاد در این دنیا آغاز می شود. در واقع می توان گفت که وفات جنین از جهان رحم مادر با مرگ جفت و انتقال جنین به دنیا انجام می شود. در حقیقت جفت که تا پیش از ورود به دنیا مهمترین ابزار و عامل زنده ماندن جنین بود، دیگر کارایی خود را از دست می دهد و زمانی که ارتباط جنین با جفت قطع می شود، جفت حیات خود را از دست داده و به خاستگاه مادی خود در دنیا باز می گردد. جنین که حقیقت وجود فرد است متولد شده و جفت که ابزار زندگی در محیط رحم مادر است میمیرد. با وجود این جریان به هم پیوسته و تنگاتنگ بودن رابطه مرگ با تولد، به نظر شما نمیتوانیم این دو حقیقت با شکوه خلقت را دو روی یک سکه بدانیم؟ یا مثل تکه های یک پازل که قرار است با کنار هم بودنشان مسیر انسان به طرف بی‌نهایت را معنا کنند؟ در انتقال ما به آخرت هم همین اتفاق روی می‌دهد.
جسم که ابزار ما برای زندگی در دنیای مادی است، در زمان انتقال به جهان غیر مادی آخرت کارایی خود را از دست می‌دهد. حقیقت وجود ما که همان قلب، بخش انسانی یا روح ماست، به جهان آخرت متولد شده و جسم که محمل و ابزاری برای وجود ما بود که بتواند با جهان ماده ارتباط برقرار کند، به خاستگاه مادی خود باز می‌گردد. در واقع جسم ما پس از قطع ارتباط با روح حیات خود را از دست می‌دهد و روح فناناپذیر ما به عالم غیر مادی آخرت متولد می‌شود. اما این حقیقت در رابطه مرگ با تولد چگونه میتواند نوع نگاه ما به زندگی را تغییر بدهد؟ اگر یکی از همسایه‌ها یا دوستان شما اسباب کشی کند و به منزل جدیدی نقل مکان کند، نبودن در خانه قبلی را به معنی از بین رفتن او می‌دانید؟ قطعاً نه. اگر درک ما از وفات و رابطه مرگ با تولد نوعی متولد شدن یا انتقال به مرحله جدیدی از حیات باشد و ذهنمان را از برداشت‌های توهمی و غلط درباره مرگ خالی کنیم، دیگر ترسی از مرگ نخواهیم داشت. اگر بدانیم هموار یا ناهموار بودن مسیر حرکت ما به سمت زندگی جاویدان در شرایط زیستی آخرت به چگونگی افکار، ارتباطات، انتخاب‌ها و رفتار ما وابسته است، حتما از فرصت محدود زندگی دنیا بهره برداری بهتری خواهیم داشت تا مسیر انتقال و تولد به زندگی ابدیمان زیبا و شورانگیز باشد. در این ویدیو گفتیم که میتوان نگاه دیگری به مرگ و رابطه مرگ با تولد داشت. انتقال را به عنوان واژه مناسبی برای تعریف مرگ معرفی کردیم و اینکه رابطه مرگ با تولد درست مثل دو روی یک سکه است. هرچند ممکن است این مفاهیم در نگاه اول متضاد هم به نظر برسند، اما در واقع هر دوی این واژگان به یک مفهوم اشاره می‌کنند. بخش اصلی و انسانی وجود ما هرگز مرگی را تجربه نمی‌کند و تنها به محیطی متفاوت متولد می‌شود. گفتیم که وفات به معنای عدم نیست، بلکه مسیری است برای عبور ما از این دنیا به حیات ابدی آخرت که با فطرت بی‌نهایت جوی انسان هماهنگ است. اگر شما هم در مورد رابطه مرگ با تولد سوال یا دانسته‌هایی دارید، حتما در قسمت کامنت ها با ما در میان بگذارید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید با دوستانتان به اشتراک بگذارید. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. با تشکر.